تموم شد. لوکا مودریچ افسانه‌ای با جام و یا حتی فوتبال ملی خداحافظی کرد. کریستیانو رونالدو به دور بعدی راه پیدا کرد و این حس عجیب دوگانگی طرفداران رئال مادرید. آخره بازی که اشکای مودریچ ناراحتیشو داشتم می‌دیدم، سرش پایین بود، اینجوری بودم که نکن، تو رو خدا نکن. اگه طرفدار رئال باشید یا حتی اگه طرفدار فوتبال باشید فرقی نمی‌کنه. مودریچو دوست دارید همتون. هنوز که هنوزه بار اصلی تیم کرواسی تو 40 سالگی رو دوش لوکا مودریچه. مودریچ چه جورایی هافبکو باز تعریف کرد. در کنار کریستیانو رونالدو فن عجیب غریب زیدان بی‌نظیر بوده. زیدان پادشاه همه هافبک‌های دنیاست، حتی بالاتر از خود مودریچ. اما یه چیزی مودریچ داره، اینو نه زیدان داره نه هیچ کدوم از هافبک‌های دنیا دارن. اونم اینه که در تمام فازهای بازی این بابا میتونست کمکت بکنه. اومد دو قطبی توپ طلای مسی و رونالدو رو زد کنار. همین امشب دیدیم با نمایشایی که امشب داشت. الان بهترین هافبک دنیا کیه؟ هر کی که شما میگیم قیمتش 170 میلیون 180 میلیون، واقعا یه مدتی 32 ساله. مودریچ 2017 2018 اگر هافبک‌های الان تاپ هافبک‌های دنیا 170 80 میلیون یورو میارزن، احتمالاً مودریچ باید 350 میلیون یورو پولش باشه. همین امشب تو 40 سالگی چیکار کرد با هافبک‌های تیم حریف؟ دلغکش شده بودن. کی مودریچ میشه؟ هیچکی. توی این ایستگاه آخرش کنار رفیق قدیمیش بود. چه خوب که موقع خدافظی تو بغل کریستیانو رونالدو باشی. کریستیانو رونالدو تموم شد. لوکا مودریچ افسانه‌ای با جام و یا حتی فوتبال ملی خداحافظی کرد. کریستیانو رونالدو به دور بعدی راه پیدا کرد و این حس عجیب دوگانگی طرفداران رئال مادرید. آخره بازی که اشکای مودریچ ناراحتیشو داشتم می‌دیدم، سرش پایین بود، اینجوری بودم که نکن، تو رو خدا نکن. اگه طرفدار رئال باشید یا حتی اگه طرفدار فوتبال باشید فرقی نمی‌کنه. مودریچو دوست دارید همتون. هنوز که هنوزه بار اصلی تیم کرواسی تو 40 سالگی رو دوش لوکا مودریچه. مودریچ چه جورایی هافبکو باز تعریف کرد. در کنار کریستیانو رونالدو فن عجیب غریب زیدان بی‌نظیر بوده. زیدان پادشاه همه هافبک‌های دنیاست، حتی بالاتر از خود مودریچ. اما یه چیزی مودریچ داره، اینو نه زیدان داره نه هیچ کدوم از هافبک‌های دنیا دارن. اونم اینه که در تمام فازهای بازی این بابا میتونست کمکت بکنه. اومد دو قطبی توپ طلای مسی و رونالدو رو زد کنار. همین امشب دیدیم با نمایشایی که امشب داشت. الان بهترین هافبک دنیا کیه؟ هر کی که شما میگیم قیمتش 170 میلیون 180 میلیون، واقعا یه مدتی 32 ساله. مودریچ 2017 2018 اگر هافبک‌های الان تاپ هافبک‌های دنیا 170 80 میلیون یورو میارزن، احتمالاً مودریچ باید 350 میلیون یورو پولش باشه. همین امشب تو 40 سالگی چیکار کرد با هافبک‌های تیم حریف؟ دلغکش شده بودن. کی مودریچ میشه؟ هیچکی. توی این ایستگاه آخرش کنار رفیق قدیمیش بود. چه خوب که موقع خدافظی تو بغل کریستیانو رونالدو باشی. کریستیانو رونالدو تموم شد. لوکا مودریچ افسانه‌ای با جام و یا حتی فوتبال ملی خداحافظی کرد. کریستیانو رونالدو